سلام خدمت همه دوستا، امید که جور صحتمند باشین. دوستا میریم دهی ویدیو نوشتن ABC را یاد میگیریم به طور درست که اگر اینمی را شما یک 3-4 روز تمرین بکنین خطتان تا جای خیلی زیاد خوب میشه. میریم امروز ABC را کار میکنیم، نوشتن ABC را. بس ما 4 دانه ویدیو دیگه برای شما کار کردیم. خب از A شروع میکنیم. اینجا این را در 2 خط بالا می نویسیم. ببینین این 2 خط بالا، بعدش هم A کوچک هست که در خط وسط میشه، B که از اینجا شروع میشه، I قسمی و اینی هم از B کوچک از بالا شروع میشه. خب C از بالا شروع میشه، 2 خط بالا، و C کوچک هم در خط وسط. این شده C. اینی هم از D هست قسمی و اینی هم از D کوچک، این از اینجا شروع میشه. حالا بالا میریم پایین و یک قسم دیگه هم میشه که شما این از ایستا شروع بکنین، بعد از او از بالا برین پایین. اینی تو دی میریم، بعدش ای، اینی شد ای و ای دیگر از وسط شروع میگه، این از اینجا. آفرین، این تو ای می نویسیم. بعدش از اف که اینی شد اف و اینی هم اف کوچک. خیلی ساده. میریم پایین. F G از بالا شروع میکنیم. ببینین قسمی میاریم، باز ای شد G بزرگ، G کوچک مثل A میشه. اینجا اینی A شد، اینی هم G اینی هم H که خیلی ساده هست دوستا. H خوردم، اینی از بالا شروع میکنیم، قسمی ساده هست. H I هم که خیلی ساده هست، I و اینی هم I کوچک. J از بالا شروع میکنیم، قسمی، و J هم از خط وسط شروع میشه، J کوچک. JK اینشم K، این قسم میشه، و K کوچک، این قسم. L ببینین L از ایسا شروع میشه، نام خدا L، بعدش هم M قسمی، و اینی هم M کوچک، این از ایسا شروع میشه، قسمی. میریم پایین، این کار میکنیم. از بالا شروع میکنیم، قسمی. ای شد N و اینی کوچک، اینی شد از P و چی O کوچک، اینی هم شد از P که P رو می نویسیم. ببینین P را از این از ایسا شروع میکنیم، از بالا. ای شد P دیگر باز از خط وسط تا خط پایینه P. اینی هم از Q مثل O واره، اما Q خورد، اما P سرچپه وارست در خط پایین. اینیش هم از R هست و اینی هم R کوچک که این از ایسا شروع میشه. خب اینیش هم از S و این هم S کوچک، بعدش هم T بزرگ که آسان است، T کوچک من این از ایسا شروع میشه، T. ST اینجا U هست دوستا، U هم خیلی ساده است، این از ایسا شروع میشه، U و اینی هم U کوچک، یک دومک داره. V که اما هفت فارسی واره است و بعدیش هم V کوچک. ایش هم از W 2 دانه هفت و اینی هم از W کوچک. ایش شد W، اینی هم از X و این شد X کوچک. اینی هم از Y این قسم و این شد از Y کوچک. و آخرش هم Z هست که این از ایسا شروع میشه و Z کوچک در خط وسط میایه. خب ای بود از ای درس. دوستان نمیره خودتان بینویسین و باز عکسش بر من بفرستین. تشکر. میبینیم جلسه بعدی.